پیام سروری دولت را چون همه‌ساله کارمندان ریاست اندوزی ولایت نیست در یک جایگی سخنرانی پیشوای ملت را تماشا کردند. اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان تاکید کردند که حالا ما در دوره انجامیابی مرحله اول استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2003 و آغاز مرحله دوم آن قرار داریم. وابسته به این به حکومت مملکت سپارش داده شد که تا آخر سال 2020 برنامه میانه مهلت رشد را برای سالهای 2021-2025 قبول نماید. حکومت مملکت اینچنین وظیفه دار کرده شد که با مقصد هرچه زودتر جاری کردن تکنولوژی‌های رقمی در ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی که در پیام سال گذشته تاکید گردیده بود، کنسپسی اقتصادیات رقمی و در اساس آن برنامه میانه مهلت رشد اقتصادیات رقمی را قبول و عملی سازد. مقامات دولتی در شرایط اقتصادی بازرگانی و رقمی گردانی فعالیت اداره‌کنی استحصالات باید سیاست یگانه اقتصادی را تنها با استفاده مکانیزم و شکل و اصولهای معاصر به تنظیم درآورند. ما باید به رشد بخش خصوصی توجه اولین درجه ظاهر کرده زمینه یگانه حقوقی را برای همه اشتراکچیان فعالیت اقتصادی صرف نظر از شکل مالکیت آنها مهیا سازیم. تنها سالهای 2016-2018 مبلغ عمومی امتیازهای جاری شده بیش از 15 میلیارد سومانی را تشکیل نمود که این سهم حکومت مملکت به رشد صاحبکاری در ساحه‌های اقتصادی و استحصالی میباشد. علاوه بر این در زمینه اصلاحات تطبیق نموده حکومت مملکت در 3 سال اخیر شماره سنجش فعالیت سوبیکت‌های خواجگیدار 6 برابر کم شده است. اگر سال 2016 شماره چنین سنجش‌ها قریب 300,000 را تشکیل داده باشد، سال جاری همگی 48,000 را تشکیل کرده است. هدف ما از تکمیل قانونگذاری که به دستگیری و رشد بخش خصوصی مخصوصاً استحصال محصولات نهایی روانه گردیده است، جاری نمودن نظام دقیق اندازبندی، ساده گرداندن رسمیات اجازت دهی و اجازت نامه دهی و کم کردن شماره آنها، به طلبات زمان معاصر مطابق نمودن ترتیب پیشنهاد خدمت رسانی‌های دولتی و راه اندازی چاره‌های هوسمندگردانی میباشد. به حکومت و پارلمانت کشور ضرور است که هنگام بررسی و تکمیل قانونگذاری مخصوصاً ضمن تهیه کودکس انداز در تحریر نو به این مسئله‌ها دقت اولین درجه دهیم. حکومت تاجیکستان با سرمایه‌گذاری ساحه‌های اقتصادیات همچون واسطه اساسی صنعت کنونی با سرعت توجه خاص ظاهر نموده در سمت بهتر گرداندن فضای سرمایه‌گذاری و جلب هرچی بیشتری سرمایه مستقیم تدبیرهای مشخص را عملی کرده ایستاده است. در آغاز پیام از جانب پیشوای ملت پرزیدنت محترم ما بیان گردید که در سال 2020 باید کودکس انداز در تحریر نو با مقصد باز هم ساده‌تر و عامه‌فهم گردانیدن آن و اینچنین جلب بیشتری سرمایه‌گذاری تهیه و قبول گردد. اینچنین در پیام حاضر قید گردید که با مقصد تقویت بخشیدن کار در سمت حکومت رقمی، کم کردن تاثیر عامل‌های انسانی. سروری دولت اینچنین قید کردند که ما باید برای جوانان چنین شرایط مهیا سازیم و آنها را طوری تربیت کنیم که فرزندان ما در زندگی راهی درست را انتخاب نمایند، علم و دانش‌های معاصر را از خود کنند، کسب و هنرهای زمانوی را آموزند و آینده مقام ارزنده خود را در جامعه صاحب شوند. در قصر جوانان به نام لایق شیرعلی مرکزی ولایت اهل ضیا، دانشجویان و استادان دانشگاه‌های عالی شهر پیام نوبتی پیشوای ملت را دست جمع تماشا کردند. در همین پیام هم پرزیدنت کشور دقت خاصه به جوانان دادند و یک چند نقطه های ذکر کردند که باز هم برای دستگیری جوانان در ساحه سیاست، در ساحه اجتماعیات و اقتصادیات خیلی هم نظررس است و من خوشحال از آن گردیدم که از امروز پیام چون ارائه گردید نقشه 7 ساله پرزیدنت پورا اجرا شد و باز به چنانه که سال گذشته اعلان کرده بودند هدف چهارم استراتژی تاجیکستان این صنعت کنونی می باشد و مخصوص برای باسم ترغیب و تشویق و دقت خاصه به دقت خارجیان را جلب کردن به این ساحه از جانب پیشوای ملت سپارش داده شد که سامانه‌های اینترنتی تشکیل داده شود که
саноати тоҷикистонро ва молҳои тоҷикистонро ба ҷаҳониён муаррифӣ кунад. кормандони раёсати андози вилоят устодону донишҷӯёни донишгоҳҳои олии вилоят дастуру супоришҳои сарвари давлатро дар мавриди омӯзиш қарор хоҳанд дод. гузориши Парвина Аҳрор ва Нодирина Симзод барои барномаи иттилоотии Паёми рӯз.